حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، میگوید اون یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم ضرب مشت. اون یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تا حق مادری، هین تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. یک نکسی به دست برادر و 56 و 54 راه محکم کرده است. بسیار خواهش میکنیم، ما صدها مراتبه التماس کردیم همه کار دیگر تکرار نشود. صاحب ماشین نکسی 56 و 54 خواهش میکنیم تیز ماشین تون بگیره که راه محکم کرده. یک شخص مادرش میکشد، با یک کسی دیگر نصیحتش میکنه که آخه رود درگور تو حق مادریش پیش نظر ناوردی، تو نخوا مادری مشتی پرتا بکشی، چرا کشتیش؟ گفت کار کرد کان آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. این بدبخت گفت یک کار کرد که بسیار شرمندگی است، ایرا همون خاک اگر نپوشونش ایرا به هیچ وجه دیگه گناه ایرا پوشونده نمی شود. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. این بدبخت گفت دایی برای شیطونی میکرد که انا فلان آدم بکش، انا فلان آدم اینا بای به دولت شده است بکش. برای گپی ایشیده من هر روز یک کس بکشم خونی مردم ده کلا بگیرم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. از او به همین را بکشم یا برای جانم خلاص شوه، این سبک نیست. و حضرت شرح میتوقعی کشتنی مادر، اگر مادر به هر شکل نموده باشه ممکن نیست. اخی غرض از مادر چی است؟ حضرت شرح میتا میگه نفسی توست آن مادری بدخاصیت که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدبخت این همین نفسی پلیدی تای، برای همین انسان از نفسش نزدیکتری چی نیست. این نفس تا ای پدرت هم دوست میداری، از مادرت هم دوست میداری، از همه دوست میداری. قرآن که انم بدی و بدبختیت همه از حساب همین نفس است. هم بکش او را که بهر این دنی، هر زمان قصد عزیز میکنی. اگر تو این نفس نکشی، اگر تو این پیش راه حسد تا نگیری، از دستی تو یک عزیز دیگه سالم نمیمونه. هر زمان قصد عزیز میکنی. از و این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق با خلق جنگ. از روی همین نفسی پلیدت همین دنیای کشو در نظر تو اینقدر تنگ میشوه. نه به حق درست میای به خدا، نه به خلق راست میگیری. ببینی تو گمانی که از فلان من کمترم، می فضایت کمتری بر اخترم. آخه 5 پنجه یک خیل نیست. بچه او هیچ کنه بده امروز فلان و بسمدان شده است، گفته ای حسد آدم درون به درون می سوزونه. عدی ابن زیدش که یک صغیره فیسیم بد امروز ترجمانی خسروی پرویز شده است، گفته ای بدبخت ابن مقرین تلخش کفیده است. خود حسد نقصان عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. همین بدبختی ابو جهل هم بسیار دانشمند بود. این ابو الحکم تخلص داشت. ابو الحکم اصلا نامش عمرو است، ابو الحکمش میگفتن. هر دعوا و جنجال میشد است همین سفید میکرد است، همه رزبورو را همین حل میکرد. آدمای به عقل رزبورو حل میکنن. اما حسد این که خرش کرد، احمقش کرد. اون ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا میگماشت. بوالحکم نامش بد بو جهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. اخیر ابوالحکم ابو جهل شد. همیشه کوشش کردن در کار که واقعا حسد در همه هست،
اما کوشش کردن در کل که سریره همو حسد با عقل، با فراست، با ایمان بگیری، نگذاری که از او یگان رفتاری بد واقع شود. از روی حسد است که بزی میکنن، از روی حسد است که کارهای ناجا و نادرست میکنن، از روی حسد است که آدم فروشی میکنن. همه می از حسد است. قصه کوتاه، عدی ابن زید در زندان نعمان ابن منذر هلاک شد. عدی یک پسر داشت با نام زید ابن عدی. این بیچاره ای ترس جانش گرفت است، در حیره زندگی میکرد. نزد پادشاه اومد گریان و فغان کنان که پدر ما کشتن. اگر حجت دلیل هم نیست، ایره اثبات کرده هم نمیشه و که چخیل مثلا نعمان ابن منذر کشت است. اگر بالفرض کشته باشه هم، اگر پادشاه ایران جایی که نعمان ابن منذر مانده است هیچ وقت پشتی یک ترجمان بیچاره را نمیگرفت، یا حکم کلان ماندگی پشتی نمیگرفت. از اون خاطر بجای پدرش گرفت ترجمان تعیینش کرد، کار میکرد ترجمان. ولی بزرگان میگن دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. همین دشمن اگر اندک کم باشد دشمن جوش بیزار شوه چه کنه. زید ابن عدی نسبت نعمان ابن منذر یک کینه سختی، قصاص پدرش در دلش هست. پدرش کشته است، هر کس هم باشد. وقتی که همون خاراکتریستیک را پیشنهاد کردن خسروی پرویز برای کنیز با سری صحبت اومده مکان. هر سال گفتیم خسروی پرویز همون موافق، یعنی همون خاراکتریستیک نوشتگی کنیز برای خودش جستجو میکرد. در دست زید ابن عدی همون خاراکتریستیک را داد، گرفت خواند باید که این چند نسخه کنده به هر گوشه و کنار فرستاد. گفت شاها من به همین شکل و صورت یک دختر میشناسم، به نهایت زیبا است، اما میترسم که پدرش نمیکتده. گفت او کی به دست که من نمیدود است؟ ولی او شخصی که دخترش من نمیتد مادرش تولد نکرده است. کی است او خودش؟ با گفت نعمان ابن منذر یک دختری دارد به نام حدیقه. آن همین شکل و صورتی که نوشته شده است در همین صفت نامه 100% همون موافقت میکنه، حتی عیده خشروتر است. همیشه زید ابن عدی اندک دروغ گفت. بیچاره او حدیقه سبزینه بده است، با او شکل موافقت نمیکرد، اما این زیرک میدونست که هیچ وقت پدرش حدیقه را نمیارد کنیز بتا. کی میخواهد؟ شخصی که پادشاه است، سردار یک قبیله بنی لخم کلان است، او مگر راضی میشود که دخترش همچه کنیز پادشاه برای یک سال استفاده کنه با یک از هدیه‌اش کنه بره؟ هم میدونستی جوان مرگم که هیچ وقت نمیتشت، از همون خاطر خوف نداشت که حدیقه را ببینه و بگه که تو دروغ گفتی. گفتم دختر نعمان ابن منذر عیناً به همین شکل و صورت است. شاه در رو امر کرد مکتوب نویسه به نعمان ابن منذر که با مجرد رسیدن نامه من دخترت حدیقه را زود به پیش ما را بفرست. بیچاره نعمان ابن منذر در یک حالت غلطی، ای خدا چیکار کنم؟ مصلحت کرد، علاج نیافت، عذر خواهی کرد. آخه این تابع است، تابع پادشاه ایران است. خود پادشاه بود اما تابع پادشاه ایران است. مکتوب نوشت، خیلی عذر خواهی کرده، بعد در ضمن یک جمله را نوشت: این فی مهات العجم لمندوحة الامیر عن سودان العرب. معنیش چی است؟ در عجم این قدر آهو چشم ها زیاد هستند، آهو شکل ها، یعنی زنایی که چشماشو به چشم آهو میموند، شکلشو به شکل آهو میموند، آنقدر زیاد هستند که پادشاه بزرگوار را از سیاه چرده های عرب قانع میسازند. یعنی پادشاه ایران هیچ احتیاج به سیاه چرده های عرب نداره. این دخترها سیاه چرده اند، سبزینه اند، هیچ احتیاج نداره پادشاه. زید ابن عدی مکتوب خواند، همون جمله را خواند. با گفت نعمان ابن منذر بی‌ادبی کرده است. پادشاه گفت ترجمه که چی گفته است؟ شما ببینید. اصلا مهن
جمعش مهات، گاوی یابایی و گاوی کهی را میگن. انتیلوپا. انتیلوپا بسیار چشمای زیبا دارد دیده. در زبان عربی همچنین مهان یا مهات گفته مادگاو هم میگن، یعنی گاوی مودا. این جوانمرد مادگاو ترجمهش کرد. گفت نوشته است که مگر همون مادگاوهای عجم برای تو کفایت نمیکند که تو سید زاده های عرب طلب میکنی؟ کلمه سودان این بیچاره به معنای از سواد گرفته است، سیاه یعنی سیاهک، مقصد سبزی نه، اما این سود به معنای سید هم میوید. ای گرفت سید ترجمهش کرد، یعنی گفت که همون مادگاوات برات کفایه است، تو چی سید زاده های عرب طمع میکنی؟ وقتی این را ترجمه کرد در نزد پاشا خون در سرش زد، گفت نعمان ابن منذر بگیره بیاری. آخران پادشاهی حیرکی هست، برای همون قصهش هم مفصل آوردیستم. بیچاره دیگه در تشویش ماند، میدونست که اگر برم یکون بلادا گرفتار رو میکنه. حالی نمیدونه که تا کدام درجه مسئله جدی است. به هر وجه نزد قبیله آل شیبان رفت و با سردار قبیله هانی ابن مسعود که یک جوان مرد بود، فرزندای خودش مال و اموال خودش به امانت گذاشت و خداحافظی کرده آمد نزد پادشاه. به یک روایت پادشاه گرفت در زندان پرتافتش که در زندان مرد. بر روایت دیگر که شاید درست‌تر باشه در زیر پای فیل‌ها پرتافتش. فیل‌ها لگد کردن کشتنش، پچکش کردن. ببینید دشمن اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان، چی بسا می شود که یک مرچک احوال فیل بد میکنه. از همه خاطر است که بزرگان میگن اگر 100 دوست داشته باشی کم است، اما یک دشمن زیاد است. اما چی کنیم که در این دنیا با به دشمن هم نمیشید است. پس به همه پادشاهی هیره نیست شد. جای نعمان ابن منذر در ابتدا یک شخصی را با نام ایاس ابن قبیسه تایی گذاشتن. ای از قبیله بنی تی معروف است. قبیله بنی تی احمد شنیده، با نام حاتم تی احمد میشناسه. اما او بیچاره مدت زیاد پادشاهی نکرد. 1 سال 2 سال پادشاهی کرد، شکست خورد از امو هانی ابن مسعود. وقتی که خواستن زن فرزندانی که را طلب کنن گیرن، امو حدیقه را خواستن که طلب کنن گیرن. او هانی ابن مسعود هم بسیار جوانمرد بود، از گفت امانت است من به شما تسلیم نمیکنم. بر زیر پادشاه ایران برخواست. در جنگ در یک موضع با نام زیقار نزد چاه زیقار بار اول در تاریخ عرب ها عجمی ها را شکست دادن، در همیشه مغلوب کردن. قشون ایاس ابن قبیسه تایی را که لشکرش از لشکر عجم عبارت بود. بعد از او دیگر پادشاه در هیره یک ایرانی را ماند با نام آزادبه ابن مردان بنداد. در همونجا دیگر پادشاهی کرد تا زمانی آمدن اسلام و تا زمانی آمدن خالد ابن ولید. و خالد ابن ولید همه او را چپگردان کرد. و آخران پادشاهی حیره، پادشاهی عربی به همین شکل صورت عاقبت عجلش رسید و دنیای فانی را بدرود گفته رفت. خب یک دولت دیگر ماند. ما مختصر گرفتیم اینجا، اگر نیست صحبتش بسیار طولانیه. پادشاهی شام یا پادشاهی غسانی ها در بصره، در ملک شام هم در ابتدا بنی قزاعه رفتند، بعدا یک قوم از قبیله بنی کهلان رفت و عاقبت الامر یک پادشاهی درست شد با نام پادشاهی غسانیان. غسانی ها چندین پادشاه ها داشتن. امپراتورهای روم هم اینا را دستگیری میکردن، زیرا که هم سری قبیله های عرب هم میگرفتن که به ملک های روم هجوم نکنن، هم در جنگ بر ضد ایران اینا را استفاده میبردن. یک پادشاهی بود با نام بنی غسان
بسیار پادشاهی معروف است. مثلا همون قصه های می شود که ابو طالب به شام رفت یا فلانی به شام رفت، پادشاه بصره، همین پادشاه عرب هستند بنی غسان، و بسیار مغرور و متکبر هم بدن، به حد مغرور و متکبر هستند که یکی از همه حاکم ها و شاه ها وقتی که مکتوب رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت که به اسلام دعوتش میکرد، گرفت مکتوب پاره کرد و فرستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتل رسوندن. حارث ابن عمیر ازدی را یگانه فرستاده پیغمبر که به قتل رسید در همین بصره به قتل رسید. شرحبیل ذی‌الکلاء به قتل رسونده شد. آخرین پادشاه این سلسله غسانیه با نام جبله ابن ایهم در سال 13 هجری در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب به دست حضرت عمر مسلمان شد. جبله ابن ایهم مسلمان شد. سال دیگه به نیت زیارت خانه خدا به مکه آمد. هنگام طواف خانه خدا اگه در اونجا همه ریدو می پوشند، همه ازار و ریدو دارید دیگه، پادشاهی گدایی هیچ تفاوت نیست. یکی از عرب های پایلوچ بیچاره یک کمبغل ناخست نوگی ریدای همین پادشاه را که به زمین آویزان به دست زیر میکنه، ریدا از تنش افتید. از خشم و غضب مردک پادشاه یوخی یک مشت برای همون بیچاره زد. اگر دیگر زمان و دیگر عصر میشید که خیلی میگفتن اگه خدا حوالش به خدا بگذشته صلوات، اما این مسلمان میدونست که در عصر کی زندگی میکند. این میدونست که عهد عمر خطاب است، عمر عادل است، عمری که حتی قصاص مورچه را از شیر میگیرد، میگذارد که یک مسلمان در راز خانه کعبه لط و کوب کنن، ای بی جواب مونه. این عدل اسلام ها ببینه. اومد نزد حضرت عمر گفت یا امیر المؤمنین، پادشاه آل غسان جبله ابن ایهم یک مشت به یگان عذر در اون کفت. حضرت دعوتش کرد، گفت یا جبله چه کاری کردگید؟ به تو شرم نداشتی؟ نه از خدا شرم داشتی، نه از بندگان خدا شرم داشتی؟ این کاری تو اصلا از روی اسلام درست نیست و در اسلام تو باید مجازات شوی. گفت مجازاتش چی است؟ گفت صبر میکنی میستی اون مردک یک مشت درود میزنه چه خیلی تو او را زده بودی، یا که شاید عذر خواهی کنی، اگر عذر تبو پذیره به همه جانت خلاص. سبحان الله. گفت شما از پادشاه من خیلی قصاص میستونه؟ آخه من پادشاه هم نه یک پایلوچ مولا بزنه یا که ما از او عذر خواهی کنیم، هیچ علاج دیگه نداره، نمیشه یه دست مش بتم جانم خلاص شود. گفت نه نمیشه جورا. اسلام است، در پیش اسلام همه برابرن. این اسلامی بزرگ به حد تأثیر کرده بود که شما اگر تاریخ اسلام رو ببینید قسم به خدا آدم در تعجب میماند. پادشاهایی که از نامشون دنیا به لرزه می اومد، پادشاهایی که از هیبتشون دنیا می لرزید، چنان عدل داشتن، در عدل چنان قایم بدن که قسم به خدا در تعجب میمانید. ولی شما سیاستنامه نظام الملک بخونه ببینه، همون سلطان محمود غزنوی که قدر در دوره سویتی تنقیدش میکردن، سلطان محمود غزنوی که نامش پادشاه ها در تاج در نگین هاشو می نوشتن چقدر عدل داشت. این پادشاه های اسلام به شرافت اسلام چنان عدل های کردن که در تاریخ مثل افسانه واری مانده است، اگر چند حقیقت است. در تاریخ ما میخوندیم، من توازی در یادم است، در باره امپریای ترکیه عثمانی که پادشاهاش به حد غضب داشتیان، به حد سیاست داشتیان که اگر یگان وزیر گویا که گپ شونه نمیگرفته است، گپ نگیره اوسو، یگان وزیر اگر معقول شونه نمیشیده است، یک بند ابریشمیش میفرستادیان که مقصد خطا دور بکش. او وزیر در رو میگیره تخیصه دور میکشید است، تهمت میزنن. قسم به خدا در اسلام خودکشی حرام، هیچ مسلمان ایرا نمیکنه، نه که خانه سوخته در تاریخ ها می نوشته نمیره.
اینا بگیره تاریخ اسرهای میانه در دوره سویتی هم خونده بوده. امپریای عثمانی را ببینه، ترکای عثمانی، ضبط کنستانتینوپل، این همی سفسطه ها زیاد است. اگر اونا اینقدر ظلم داشتن هیچ وقت ملک اونو 500-600 سال ادامه نمیکرد. عاقبت ظلم پایدار نیست. هر پادشاهی که ظلم کنه، ناعدلی کنه، خداوند زود خراب میکنه سر مملکت. یک پادشاه بود با نام سلطان مراد ترک، سلطان مراد دو. این شخص اروپا را در محاربه کوسوو تورمار کرد، بالکان را ضبط کرد، حتی که استرالیا را احاطه کرد. او زمان یک امپریای بزرگ بود استرالیا، امپریای استرا-ونگریا میگفتن. احاطهش کرد، در در همون استرالیا، در در وینا سپری خچ زد و صورت غالب تمام اروپا در نزدش می لرزید. از ترس سلطان مراد دو یگان کشتی اروپایی به اجازه در بحر بیرون زمین حرکت کردن نمیتونست. محمد اقبال لاهوری صفت میکنه سلطان مراد که چی نوع پادشاهی داشته، چی عقلی داشت. محمد اقبال حضرت میگه بود معمار ز اقلیم خوجند، در فن تعمیر نام او بلند، ساخت آن صنعتگری فرهادزاد، مسجد با امر سلطان مراد. یک معمار بدست خوجندی. این خوجندی ها و استراوشنی ها و اسفرگی ها ایام قدیم الایام معمارای خوب بدن، نامدار بدین. در زمان همین سلطان مراد دو به امر پادشاه یک مسجد می سازد. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. همون تعمیر شکلی درست کرده مسجدش بخدا به پادشاه معقول نشید. هر کس به خودش یک سلیقه داره. بعضی چیزی هست یک کس معقول است، دیگر کس شاید قدر معقول نشود. همون لباسای تنگ در این جوانای ما میزیبه، اگر آدمی کلوسالا پشونی تلخش میکفه، تیزتر بکشم ای تنم میخوره گفته. یا هم بعضی لباسایی که همش رشته ها خطی دختگی، رشته های سیمی خطی، اما شلدر شلدر، آخه او برقاصه ها میزیبه. بخو مرد مسلمان همتری لباسا را بپوشه. اما بعضی ها دا معقول است، اما هزار که نصیحتش میکنیم با میبینی در طرف همو گشت است. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. آتشی سوزنده از چشمش جهید، دستی آن بیچاره با خنجر برید. پادشاه هست توخید، غضبش کرد، گرفت خنجر از زد به شست، دستی بیچاره را قطع کرده. جوی خون از ساعدی معمار رفت، پیش قاضی ناتوان زار رفت. بیچاره بندیده از شکپیده پیش قاضی آمد. گفت ای پیغام حق گفتاری تو، حفظ آیین محمد کاری تو. سفتگوش سطوت سلطان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم. گوه قاضی ترا وظیفت است امر خدای تعالی را باید که پهم کنی، تو باید پشتیبانی از بندگان خدا کنی. من غلام حلقه برگوش این پادشاه نیستم، من یک کارگر و مردی کار هستم. سپارش کردن اومدم کار کردم. پادشاه چه حق داشت که دستی من میبره؟ از روی قرآن میخواهم که حکم فیصله کنی. قاضی عادل بدندان خسته لب، کرد شهر رو در حضور خود طلب. سبحان الله. سلطان مراد را که یه اروپا در نزدش میلرزید، پادشاه دعوتش میگنه که بیای بولو چیکویت شده است. ایرا اسلام میگن. رنگ شه از حیبت قرآن پرید، شه خدا ترس. او شه خدا ترس بود که تا امروز نامش بگیریم. نباشه تری پادشاه و پادشاه بچه ها میلیون ها گذشتگیان.
رنگ شه از هیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطاکاران رسید. گفت شه از کرده خجلت برده ام، اعتذار از ظلم خود آورده ام. پادشاه اومد که به خدا شرمنده ام از کاری کردگیم، اگر علاجش باشه همین را یک بلو کنیم خلاص کنیم، معمار را راضی کنیم، مقصد از بحری دعواش بگذره. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی یابد از این معنا ثبات. عبد مسلم کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. قاضی گفت ما حق نداریم، اینجا قصاص هست. خون پادشاه از خون معمار سرختر نیست. در اسلام بنده و مولا همه برابر هستند پیش خدا و پیش قرآن. چون مراد این آیه محکم شنید، دست خود از آستین بیرون کشید. سبحان الله. این پادشاه و این جوانمرد وقتی دید که نمیشید از چریز بازی قطعی پول قطعی نمیشید است، دست کشید گفت اینو بگیره قطع کنی. مدعی را تاب خاموشی نماند، آیه بالعدل و الاحسان خواند. گفت از بحر خدا بخشیدمش. این معمار هم دید جوانمردی پادشاه را به این حد که نمیگه که نامعقول کرده، در کار باشه خوزی تم میکشم، همه تنیست و نابود میکنم. خیلی نه، دست وقت دید که کشید برابر که بگیره قطع کنه. یک پادشاه جوانمرد اسلامی که عاقبت الامر در جنگ شهید شد، این شهید شد است، به درجه شهادت رسیده. گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. این اسلام برادرو.